به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خب امشب قرار راجع به یکی از اصیل‌ترین داستان‌های اسطوره ایران صحبت بکنیم، پیدایش آتش. یه سوال، فردوسی مال 1000 سال پیش بود و راجع به وقتی میگیم شاهنامه همه میگن رستم و سهراب. خب اون موقع که آتش بوده، پیدایش آتش یک داستان خیلی خیلی قدیمی باید باشه، یه چیزی در حد غارنشین‌ها و اینها. چه ربطی داره؟ دیدید وقتی برنامه‌های مستند درست میکنن، مثلا راجع به پیدایش پول، پیدایش چرخ، ماشین، ساختمان، همه رو میرن شروع میکنن میگن در گذشته‌های قدیم، در انسان‌های اولیه، زمانی که در غارها زندگی میکردن، درسته؟ همیشه تاریخ رو از اون موقع شروع میکنن. اسم کتاب فردوسی چیه؟ شاهنامه. اومده نشسته فکر کرده که من میخوام داستان شاهان رو بگم، نسل در نسل. خب پس چیکار کنم؟ برم شروع کنم از اولین زمان انسان‌های اولیه، اون موقعی که انسان‌ها توی غارها زندگی می‌کردن و یا حتی قبل‌تر، موقعی که حتی به جای لباس برگ استفاده می‌کردن. خیلی زرنگ بوده، گفته من برم کی رو پیدا بکنم. رفته و در مجلسنا پیدا کرده که اولین انسان در اهورامزدا پرستی به نوعی کی بوده؟ کیومرث. حالا بچه‌ها من گفتم میپرسم کیومرث یعنی چی؟ گیو مرد. خب به معنی زندگی میرا. و همیشه اینطوری بوده که کیومرث رو فرزند اورمزد و سپندارمزد میدونستن و اولین انسان بوده که وقتی فوت میکنه این نطفهش میره در خاک و 40 سال اونجا میمونه. حالا عدد 40 در باستان ما ایرانیان فلسفه‌ای داره، خیلی حالا به اون نمیپردازیم. و بعد از 40 سال تبدیل به یک گیاه ریواس میشه و از اون مشی و مشیانه به وجود میاد و بعد از اون نسل انسان شروع میکنه به زیاد شدن و میره تا سیامک و هوشنگ و بعدش میره برای تحمورس و جمشید و غیره که اینها میشه داستانهای بعدی. شاهنامه یک سریال شاید بگم 120 جلسه‌ایه بود، اوشینو نشون میداد. یعنی اگر ما بیایم این رو بکنیم سریال، باور کنید تا 2 سال این سریال ادامه داره. و سریالی که بسیار داستانهای عجیب و اسطوره‌ای داره که رستم اومده و تمام این پهلوان‌ها و اسطوره‌ها رو جمع کرده و به صورت بسیار منظم و طبقه بندی شده به دست ما رسونده. که خودش که داریم که مثلا که رستم یلی بود در سیستان، منش کرده ام رستم داستان، که البته میگن این شعر از خودش نیست، منسوب به اونه. ولی در مورد همین داستان کیومرث اولش رو با این شروع میکنه، میگه پژوهنده نامه باستان، یعنی خودش رو به عنوان یک پژوهنده‌ای که رفته و در باستان ایران یک به یک گشته، که از پهلوانان زند داستان، که پهلوان‌ها رو اومده، اسطوره‌هامون و افسانه‌هامون اومده و داستان کرده. چنین گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. پس فرمان روایی و اولین پادشاه در جهان توسط کیومرث بود. خب پادشاهی بود که 30 سال فرمان روایی کرد و عادل بود و اما سلطان جنگل بود. زمانی بود که دد و دام و هنوز هم حیوانات اهلی و وحشی از هم جدا نشده بودند که اینها رو آورد و جداشون کرد کیومرث. و زمانی بود که میشه گفت که پدر مد و پوشاک ایشون بود، چون مردم همه برگ استفاده میکردن و
از زمان ایشون بود که اومد و گفتش که خب مثلا حیوانات اهلی رو میشه کشت، خورد و از پوستشون میشه لباس درست کرد. البته این تمام این انجمن‌های دوستی حیوانات اگر بدونن که هیچ. خب این تا اینجا هنوز من شاهنامه خانم شروع نشدم. اول میخوام یه سری اطلاعات رو داشته باشیم بعد بریم. این کیومرث اومد و تاجش رو و لباسش رو از پوست پلنگ درست کرد. قصرش رو کجا برد گذاشت؟ کوه. قصرش چی بوده؟ غار بوده دیگه. یه غار بزرگ درست کردن براش توی کوه و اونجا شروع کرد به سلطنت و سلطنت حیوانات وحشی، اهلی و انسانها رو داشت، تا اینکه اهریمن شروع کرد بهش اولین